شب و فراز این راه برایش خوب آشناست. دل نمیتواند کندن از این راه. حتی بعد جراحی چشم نیز باز هم استوار است روی این راه. و هرچی یافت با کوشش و تلاش و با طلب و پرخاش، از برکت همین راه لایقش گشت. توجه دید در زندگی، محبت دید، عزت دید و فیض و برکت. چون صادق بود به پیشه انتخاب کرده و خالصانه و بی‌طمع زحمت کشید روی راه هنر. اینک تصمیم داریم که این مراتب از او بگوییم و از راه ایجادی او. انارگل خالوه، فلک سرا. انارگل خالوه زنی حمیده، حلیمه و پرهنری توجیک، زاده کوهستانی پر از گل و گیاه وطنی اجدادی دهه معرفت حصار شادمان. کودکی‌هاش در یاله‌ها و پشته‌ها با لاله چیدن‌ها و دلخوشی‌های بچگانه پشت سر شد و چون بزرگ شد و پابرجا فلک خواند و جا شد در دیده‌ها و اینک راهی طی کرده. ختم کرده مکتب میانه رقم 67 دهه چاریکاران، 9 سال فعالیت در تئاتر دولتی اکادمی به نام ابوالقاسم لاهوتی، 1 سال فعالیت در انسامبل دولتی فلک کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، 15 سال فعالیت در مرکز طبی شهری رقم 3 شهر دوشنبه. از سال 2008 تا این زمان رهبر کلوب دهه چورباغ ناحیه ورزاب و سلیست انسامبل بیبی جان‌ها، همسر مهربان و غمخوار، مادر 1 شاه پسر و 4 گل دختر برنا، بیبی جان مهربان و قصه‌گوی 18 نبیره مغزی دانه، گل دختر برنای وطن، هنرمند انارگل خالوه. اپای انارگل خالوه این کسی یک شخصی هستند که بهر نموی پیشرفتی فرهنگی ناحیه خیلی سهمگذار هستند. چه چاره‌بینی‌های ناحیوی باشد، چه چاره‌بینی‌های بیرون از ناحیه باشد، خیلی هم زنی فعال بوده در این چاره‌بینی‌ها سهم خود را دارند. اپا هنرهای جالب خوب دارد. و مثال فلک سرای خوب است، غزل سرای خوب، شعرهای خلقی هم نیز دارند که آهنگ مانده برای مردم تاجیکستان عزیزمون می سرایند. هنرپیشه خصلت‌های خوب دارد، خوش معامله است، خوش رفتار است، خوش کردار است. راستش همکارم باشند ما حس میکنیم که رنگ یک فرزند پدر هستیم. احترام مادرانه دارد. بالا میره بالا شمالا داره، گل می شکوفه لاله تماشا داره، سوداگر بین مولاش سودا داره، غمدار منوله به غم چی پروا داره، غمدار منوله به غم چی پروا داره. کم نشوید، مثل که با این صدای نمکین، با این صدای بسیار آزاده و زنانه، با این فلکی که سراییدید گمان کردیم که سراینده میخواهد شش قبط آسمان معنوی را بشکافته و ناله های دل خونین عاشقان را به ملکوت برساند. سلامت باشد. زی هنر، زی هنر. این هنر از پشتی که میراث آمده باشد به شما، از پشت مادر و یا از پشت پدر بزرگوار. استاد اولینم پدرم هست، گویم خطا نمیکنم، برای که در زندگی ما از مادر بر وقت یتیم ماندیم. ما پدر به وی رساند، خانه دار کرد، خواند. شکر خدا میکنم پدر من یکی از چواندازهای نامدار بودن،
یکی از گروغلی خانهای نامدار بودن، فلک سرا بودن، پهلوان بودن، قهرمان زندگی بودن. وقتی که هر هفته چواندوز در خانه ما مهمون بودن می اومدن، من یادی ندارم تا مادرم گذاشتن یک دیگ و یک دیدون در بین حولی همون بود. مادرم مایده خلق بودن و همین سحر ما میخستیم الکوی نونوی چپاتی کلچهشون بر وقت تیار بود. پدرم همین یک تیلوقه میکشتن در دیگ میانداختن میخوردن، همه کسا صف جمع میرفتن چواندوزی با اوسو می اومدن یک سوتکه با همه خیلی اشقلیب که خانمون خانه مهماندار در سرخاندار. ما از پدر بسیار تربیه ها گرفتیم، از مادر بسیار هنر ها گرفتیم. میگم که الکای ساعت 5 صبح بود نانوی مادر من همه خوراک همه چی آماده بود. مادر در خدمت دوستان پدر و عزت هنر پدر. بعد از اون که مادر از سر رفت خواهری از همه خوردیمون 7 ماه ماند. من دو درک دارم، فخر میکنم که چنین برادرها دارم. از مادر من چنین فرزندها به دنیا آمدن که نامبرداری پدر و مادر هستند. در اون دوره ها دودر من هم اینستیتوت میخوندن و هم می آمدن به خواهرام کسب یاد میدادن، زندگی رو یاد میدادن، نونپزی یاد میدادن. برادرم درس فراموش نمیکنم. من در دیه ها رفته بیگانی ها بعد از درس اومدنش لوی دیوال میکرد. برای همین همه فرزنداشون خوانندگیان خونه بچم. من با یک بریدنم با مهنت خودم خواندم. مهنت کنین خونین، روحکی نخونین. بله. همین پلی دو پیرشکی روحکیراشون میداد خونه، زحمت کشه خونه آینده روحتش میبینه. در دهه ما اون وقتا فرمه گوجوشی بود. زنکو از جوی بودم به معرفتی دهه‌ای که من تولد یافتم به گوجوشی میرفتم با ماشینا بیگانی. من یک دویره چهک داشتم. گاهی با اون لالیوی پلاس الیمنتی میخوندم. دوتاری پدرم هم میگرفتم میخوندم. بعد در سن 5 سالگی ما در بلندی یک باغ داشتیم. اون باغ بعدی پدرم گذاشتن اکو قوایرونم شدگی نیست و دیگه هیچ که نمیرده. نکهت پیشینه رو ندارد. فیض و برکت پیشینه، میوه های شهدین پیشینه رو ندارد. نیست. بعد در اونجا پدری من یک سرفه داشت. بیگانی که میشد من در یک لباس چکن میپوشوند پدرم. ساله داشتم. ساله ما میموند پدرم مینواختن و من رقص. من چقدر رقص دوست میداشتم. پدرم میخوندن من رقص میکردم. دوتوری پدرم دم چقه بودم. دوتور قطعی هم میخوندم. همین بیگی روز که میشد من میخوندم گوجوشا می آمدن از بالا ماشینا میستادن قریب 1 ساعت. بسیار در فراق مادر. در کجاهایی که میرفتم در کروژک‌های مکتب بسیار اشتراک میکردم. در ادبیات و زبان. پدر صدی راه نمیشدن. نه. پدر میدونستن که شما هنر توانایی سراییدن داره. بله. برای همین در کروژک‌ها در بوستان‌ها اشتراک میکردم. بعد اون سالا اپی نگین خدا رحمت کنن مستانه ارگش از بوستان من بردن. من همگی 6 ماه خوندم. 6 ماه در مکتب هنر 6 ماه خوندم. 6 ماه خوندم. از بس که در خواهرچوم هیچ نبود برای پخت پز و نون او من اینستیتوت برای پرستاری آنها. به فلک به این هنر اجدادی خالصانه دل بسته و مثل که به بزرگترین اعجاز حق روبرو شده. او مقام فلک را محبت به انتهای خدا و خلق می داند. انارگل در فلک تراویش نور را دیده. او در فلک آخرین نگاه شبنم آلوده ماه را دریافته و خیال عاشقانه صبح را پیخست بینموده. از مکتب فلک نبیگذشته در جوانی به جرم شرایط نامساعد زندگی و اما تا کنون در جستجو و در گفتگو با فلک است. مطالعه می‌نماید، میگوید، میشنود، یعنی میکوشد خود را در مکتب فلک تکمیل بدهد با خود یاد دادنها که خوشا به ذوقش. از بحر حقوق خیش میکوش ای زن، بنما وظیفت و شرف جام وطن. از علم و هنر وجود خیش زینت کن،
تا مرد نکو بیاوری در دامن. هنرمندی میباشند که با آواز زنده خودشان در تمام چهاربینی‌ها محفل ما را روشن میکنند. چندین مراتب ما از طرف مقامات اجرایی محفل دوگانه ها را تشکیل کرده بودیم که در آن اپای نورگل خالوا همچون رئیس شورای زنان هم اعتراف شده بودند. در آنجا کاربری کردند برای تشکیل نمودن کارخانه های دوزندگی، کارخانه های هنرهای مردمی که امروز از بین جوان دخترای ما قریب که از بین رفته ایستادند، کوشش به خرج دادند برای احیا گرداندن گرامی داشتن تمام آن هنر و آن استعدادهایی که زنهای پیشین ما داشتن، از جمله دستروی شیرازدوزی، قراقدوزی، همین هنرها را توانستند که اپای نورگل که یک مقام مرتبه مخصوص در بین زنان ما دارند تشکیل نمایند و در همه چهاربینی‌های نویوی، در همه آن برنامه‌های فرهنگی و فراغتی که در نوحه ما میگذرد حتما اشتراک خالوا نورگل همچون زن فعال، همچون زن پیشقدم، همچون زن هنرمند تامین کرده می شود و ما با آنها افتخار هم داریم که یک سرود او، یک آهنگ او علاقه خودش یک افتخار است، مایه افتخار است. همچنین همچون زن فعال، همچون زنی که عائله نمونوی دارد، خالوا نورگل را در نوحه ما میشناسند، اعتراف میکنند. بسیار یک زن خاکسار، پاک‌طینت، زنی که یگان وقت از قوت آدم دور نیستند. آدم روزی پهلا میگویم به زبان گفتگویی، در همه دور و زمان، در همه حالت، چی در مصیبت باشد، چی در خرسندی باشد، اپای نورگل کوشش میکنند که در قوت همه زنهایی که در همین نوحه ورزاب و خودشون را رسانده گیرند و کمک خود را دریغ نمیدارند در همه حالت. بسیار زن پاکدل هستند. دیگر شما فلکسرا هستید، دیگر او دخترکی 5 ساله که با تلقین پدر ساله به سر میکردید، پیراهن گلدوزی به بر میکردید و میرقصیدید، میزوقیدید. از اون مرحله که چند 10 ساله علاقه پشت سر شد و فلکسرا اعتراف شدید، هنرمند اعتراف شدید، به دلها جا گشتید. این رسالت شما شد. دیگر کی فلک منبع زندگی شما شد، کی فلک به زندگی شما وارد گشت، کی شما از پشت اختصاصی هنرمندی مثلا معاش گرفتید. سالی 79 سال 5 فوریه من به دهه چورباغ کلین شده آمدم. عروس شده آمدم. در مرکه ها، در چوربینی ها، در همه جا اشتراک میکردم. در جماعت دهات کار کردم، در تئاتر لاهوتی کار کردم، در دسته فلک استاد دولتمند خال کار کردم، در دسته بیبی جان ها صنعت اسمانова کار کردم. با گروه آوازدار بیبی جان ها دیگر چند 10 ساله می شود که با همروان و همزبانند. گل هنرشان گلدسته خوشرو و خوشبو و معطر را میماند پیش نظر بیننده که خیلی دیدنی، خیلی بویدنی. این دوگانه ها زیاد سفر کردند، قریب به تمام گوشه و کنار وطن و خلق هم ایشان را پسندیده است در این چند 10 ساله و تا کنون به محفل ها، به انجمن ها و برنامه های رادیویی و تلویزیونی زیاد دعوت می شوند. روزنامه نگاران از هنر بیبی جان ها زیاد گفتند و زیاد نوشتند و هنوزم می گویند و می نویسند و بیبی جان ها نیز ارزنده این لطف و مرحمتند و یک گل خوشروی این باغ سبز و این باغ مست تپیش و این باغ تازه جوان انارگل خالوا هست که حضورش در این انسمبل آوازدار بیبی جان ها مبارک آمده. نورگل خالوا سال 1999 بار اول در آن وقت خدا رحمتی معلمه عثمانова سند مرانه فعالیت میکردن، راهبر ما بودن. همون وقت با شامل شدن. قریب طول 23 سال است که ما یک جای همه کار و فعالیت داریم. آغاز سرود اینکس از فلک بود. کدام جای نریم ما 3 نفر در انسامبل که 3 نفر داریم فلک خانم میگم جای نری از فلک سر کنید. فلک رو اینکس چنان میخونن که از تحت دل میبرد. روز ما در ناحیه اسماعیل سامانی برآمد داشتیم. این سال 2009-2008 بود. با اون وقت جوان‌تر بودیم. اگه من سن سالم 76 دارم، اینا از من جوان‌تر و با جوان‌تر بودیم. لیکن همون
لباس انتخاب کرده همین انارگل در فلک. گفتم که من معلم همین شما لباستون اگجمی میبینید خود اگر کسی که میخواهد که همون نقش آفریدهش تحت عنوان همون فلک اگر راست بیاد موافقت کرده همون لباس پوشیده میآمدن این کس سعی کوشش میکنن که همین لباس پوشیده آدم بکده با همون راست بیاد. در پیش این قطع آدم فلک خواندنم این برای من جایزه جدی بود که اون وقت با معلمه عثمانова در حیات بودن. اکنون حال من نه بازیمه من رسید من گفتن که انسامبل چه انسامبل بیبی ها چگونه اصلا ما گفتم بیبی ها نگویید ما انسامبل فولکلوری اتنوگرافی بیبی جان ها گویتم. گفتم خیلی تاکید میکردن که ما در نزد اسماعیل سامانی اساسی افتیم در همینجا سبز دیم همینجا ما برآمد میکنیم کجایی که فرستانن کدام کنجی همین تاجیکستان ما در همونجا حاضر هستیم. برای چی؟ تابی مردم رو برای شاد کردن از مردم یک چیز خصلتی خوب رو گرفتن. وقتی مردم دیدن که قرصک زنی های بسیار در تالار دیده میشد از اون قرصک زنی ها ما هم قوت میگیریم ما روح میبخشد برآمد آنها. از همین خاطر من انسامبلم که ما از 7 نفر از 14 نفر 7 نفر موندیم. اکنون گفتم بعضی ها از عالم گذشتن بعضی ها خودشون رو منم دردمند هستن پاشون جراحی شده است. حاضر 7 نفر موندیم همین حرکت می‌کنیم که همین 7 نفر از هم دیگر جدا نباشیم با یک دیگر در یک جایگی هم دست جمع کنیم برآمد کنیم. نفهمیدم همین قطر سال از یگان سخن بعد رنجیدن نه این گپا نیست برای اون کس. نه من این کارو نمیکنم یا من وقتم نیست اومدن نمیتونم. اگر وقتشون نباشه حتما زنگ بزنن که معلمه همین حادثه شد من اومدن نمیتونم. به هر حال وقتی افته وقتشون ساعتش جدا کرده اون اشتراک میکنن. دایره خوش مینوازن. این کس میبافن این گاز در بایو هر دسته های با هر چیز میپزن همچون بیبی همچون مادر غمخور خیلی پیشروی هست در این کس. نه کلینتلشون آزار میتین نه دخترشون نه دامادشون همین میخوان که فقط دماغ چاق باشد و نه برایشون انتظار که کی بیبی نها در دست دایره گیرد و کی نوازد کی ما رقص کنیم. بعضی زنها هستن در قفات گام میزنن یا در رود بدن. نه این زنها خیلی خصلت ندارد. خصلتی توی گنده کند یا از قفات رفته یگان سخن کند این ندارد. همین جهتش من زنها خیلی حرمت احترام کنم. حاضر این زمان کجا فعالیت داره؟ در جماعت مدیر کلوب کار میکنم شعبه فرهنگ ناحیه ورزو. وظیفه شما به حیث مدیر کلوب از چه عبارت است؟ من در همین تمام چوربینی ها در تمام مجلس ها من کلوب رو آماده میکنم زل رو مهمان ها رو پیشواز میگیرم گسیل میکنم در جماعت هایی که در صحنه خواندن در کار باشد وای باشد اینو تشکیل میکنم گویا که تشکیل چی همون کلوب همون جماعه من هستم. مسئولیت وزنی است؟ خیلی اکون آدمی که عهدش براید و از صدق به وجدان کار کند برای من از همه چیزی بهتر همین هنر هست. دل یک کس به دست آوردن یک کس حرمت و احترام کردن. شما در همون مکانی که فعالیت میکنید چند نفر هستید؟ 16 نفر است. 16 نفر مثل شما فلکسرا هستند یا شنونده و داننده علمی فلک هستند؟ خیلی اکون هستند همشون به خودشون کسب دارن اما در قصر فرهنگ هر یکم به یکم رهبر سمینار میگذراند. من در چوربینی هم هممون در هر جا تقسیم بند هستیم. یک روز روزی فلک است یک روز روزی هنر شماست. شما هر سال همین روز را چگونه پیشواز میگیرید؟ روز فلک رو ما با همراهی بیبی جان ها جمع میشیم یا که به عیادت به تبریکات یک رهبرمون میرویم در اونجا میخونیم. من سالداتو دا میریم کنسرتو میتیم گویم که ما یک جا نمیشینیم میریم. من پیش جایی که سعادت بود من این 8 مارد اونجا ها میرفتیم برای دوزنده ها وای میدادیم. من خودم چند جای دوزنده ها کشودگی هستم همراه ویو میرم دایره ما میگیرم میرم میخونم طبی اونها بولیده میکنم از حال و احوالشون با خبر میشم چون که اونها در تمام چوربینی در بری من هستن. بله. درباره خانوادهتون قصه کنید. حاضر از مادر یاد کرده و دیگر که خود مادر هستید بیبی هستید جوانترین بیبی زیباترین بیبی درباره نبیره ها درباره گل دخترها گل پسرها
هستند آخر. 100 بار شکر خدا. من صاحب 5 فرزند هستم. شوهر مهربان دارم. اون کس واجی شده اومدن. فرزند کلونیم پروینه جون 3 دانشگاه خوندگی است. اینا با حاضر خوند سوده 3 دیپلمش ده. پسرم خوندگی و یعنی تمام کردگی. 2 کرات چمپیون شدگی گشتینگیر پهلوانی نوحیه مهرجدین خولوف. دخترچه 3 بوغالتری خوندگی. همشون گویا که معلومات عالی دارن. این 4 همشیره تیپ هستن. شوهرشون هم خودشون هم. 5 خیلی اکون کم ترک ارکتاب اومد. 3 اینستیتوت هم همی گویم که نیمکالا زبان ها و همین وی خارجی و همینو خوند. خیلی 2 زندگی اینو همشه و یاشون گرفت. سرتیفیکاتشون گرفت. وزیر در همینجا از همین حوالی 2 ساعت زمین دادیم خونه کرسوده است. 100 بار شکر الله میکنم. همشون اویلدار، همشون صاحب 16 نویره هستم. خوش به نبیره همه کلونی هم من اینستیتوت تمام کرد. بود دیوم ابرزوانی سپرید. بود در همون دانشگاه درس میگوید. شکرانه جان. شما به دخترها گفته اید که چی چیز به زن به دختر زیبنده است و چی چیز ناشایم؟ فرزند انسان باید خوش رفتار باشد، خوش معامله باشد، با ترتیب باشد. هر سخنی که میگوید اول سخنش رو فکر کند که یک سخن 66 پهلو دارد. بله. در زندگی 4 پیر و 4 تکبیر میگوین. پیش از همه باید که در اون خاندانی که میرد اکو از ما بود از آنها میشد، پدر و مادرشان آنها میشد، دعای آنها گیرن. بله. خدمت آنها کنن. آینده همین روزهایی که میگذرانن از فرزند امیدوارن. چخیلی که ویو در ما عزیزن فرزند انمون انسانان همین خیلی خودشان به عزیز به یک روزی امید کلون میکنی با ویا میرسونی ویا میخوانانی خاندار میکنی که در وقتی پیری از سوی دستم شود. فرزندای من کدامش خانه آمدین ای 3 ساعت زیاد نمیستن. رحمتی مادرم میگفت که اوچه جونو اگر مهمون آمد از من نصیحت به شما ما مایده بودیم. من صنف 6 بودم. انا مهمون به خانه آمد همه وقت با چهره بولیده پیشوازگیر. مهمون از در گفته رزقش از در بیچه. تو با چهره بولیده و از خانه تو گوشت گوسپند خورده میرد. نه که در دیگه گوش بیرون و چهره گیراندگی اما انسان خانه تو چخیل آزرده میرود. زندگی ساده و آزاده دارد بسر در سینه کو. دهه 4 باغ دره ورزا. قریب 50 سال می شود که قدم با قدم با یار قدیم و ازلی با قوه بازوی مرد خانه پدر فرزندها به زندگی ریب و رنگ بخشیدند. در خانه هم انارگل ایجادکاری می نماید. یکی به نبیره به مغزی دانه با یک افتخار با یک وقار از جوانی هاش می گوید و از هنرهای بلد بوده اش و خوشحالی می نماید از احیای دوباره این هنرهای نادر اجدادی. یکی به گل دختر که نیت سبزیدن و خانه بنیاد کردن دارد بسر متکا می شود و راه و روش بنیاد کردن ساختمان را می آموزد. یعنی به مبالغه چهره برنامه نوبتی ما این علم را نیز از زندگی خوب آموخته و بهر رفع شکست و ریخت گوشه های حوله همتا ندارد راسته. اما از همه مال دنیا هنری برگزیده صفای باطنش دایره نوازی است و فلک سرایی. خوشش می آید که بزمی طرح بیاراید، دلخوشی بسازد و همین سان برقصند و بزوخند و لحظه دور روند از این دنیا و شر و شارها. عجب انجمن زیبا و دیدنی. زنده و پاینده باد این هم روانی. زنده و پاینده باد هم انسان هم زبانی. از هنری که دارید، از صنعتی که دارید ایزه دیده؟ 100 بار شکر. 100 بار شکرانه میکنم که
که ممکن خیر روی دنیا هم تئاتر وقتی کار میکردیم گاسترولو رفتیم همه عزت و حرمت داشتم. در دوره عیسی عبدالرشید خدا رحمت کنن من کار میکردم. انسان در بین کلکتیو خودش عزت و حرمت داشته باشه، احترام داشته باشه، یعنی احترام رو سزاوار شود، سزاوار با رفتارش، با گفتارش، با شود. کردارش. 100 بار شکرانه میکنم که به مهنت حلال خودم فرزندها، پدری فرزندها مخلص هنر شما هستن. افتخار میکنن؟ افتخار میکنن. همین دخترچه خوردیم آواز نغز داشت و همین دو وقت خون پیروی نکرد دیگه. به شما هم مجبور نکردم. بله. سوال آخران از موقعی که در زندگی دارید و از جایگاهی که هنر شما دارد در جامعه، در مجموع از عمری که پشت سر شد راضی هسته؟ 100 بار شکرانه میکنم. شوهری مهربان دارم، خاکسار دارم، مهماندار هستم، فخر فرزندهایم میکنم که من 5 خدا دارم ولی سخنی بد شنویدگی نیستم. و جوانو همین گفتنی هم که اگر که پدر و مادر، هر کسی که پدر و مادر دارد پیش از همه در زندگیشون عزت و حرمت کنند، قدرش دانند. اون روزهایی که جوانان جوانی میکنند و پدر و مادر اهمیت نمیتین، بسیارشون حاضر بعد گذشتن پدر و مادر خودشون نشون میتین و لازم نیست در زندگیشون کنند که فردا بعد پدر و مادر پشیمانی نکنند و از فرزنداشون همین روزای نیکه بینند. این ناز و نعمت، این آبادی، این شهرمون. او روز در یک ماشین شیشتیم در همین تاکسی های سیلسه میگه که اپاجون از طرف یک دیپرزیم میگه اپاجون شهر به درجه وای شده که برای چشمم رفتم بیمارخانه. من نو اومدم این ماشین گرفتم دین باور کنه میگه رای خونم شب گم کردم. شما با کجا میریم بچه کدوم راه میریم شما با ما راه نشون دید. خدا جان شکری دولتمون میکنیم. بله، یعنی آسمانمون صاف و بی‌غبار یعنی باشد. اونقدر آزاده و زیبا شده است که از در میبروید هست ماشین زنگ میزنه در خانه شتگید ماشین میبیو به جای منزل میگفتگی تون میرسونه. بله. ببینید شهر چقدر گل شکوفان است. بله. او کوچه داره این کوچه رفتنده گم میکنه نمیدونه که به کدوم طرف روی کجا تماشا کنه کجا لذت بره. 100 بار شکرانه دولت میکنیم. 100 بار شکرانه دولت. اون روزهایی که بعد دیدیم خدا جان دیگه هرگز نبینیم. سلامت باشید. سلامت باشید. به برنامه ما خوش آمدید. تشکر میکنم که شما ما دعوت کردید سراغ میکنید. تلویزیون فرهنگی سفینه شبکه است که همیشه در و دروازه ها به سوی نفرانی که هنر دارند، به سوی نفرانی که استعداد دارند، به سوی نفرانی که در بغل یک آسمان محبت وطن سازی، یک کوهننگ وطنداری دارند، سخن بکر دارند، همیشه که باز است و ما خیلی سعادتمند هستیم گروه ایجادی که امروز در برنامه شما را داشتیم و چون آغاز صحبت که یک فلک بود بسیار میخواهیم که در انجام باز فلک پیشنهاد شود و ما و بیننده بسیار هوشمند برنامه ما دنبال فلک شما رویم به عالم آرزوها، به عالم نیتها، به عالم سبزیدنها، شکفتنها. تشکر زیاد مریم جون، تشکر زیاد. گشنی چک درو کردن و بستم در زه او چه نگویه بندی دلو ملرزه هرگانه من خماری و چه گیره منو کشم سبزه تر در گیره هرگانه من خماری و چه گیره منو کشم سبزه تر در گیره. در حیات همه آرزوهایم دیدم لیکن تشنه مادر هستم، تشنه مهر مادر هستم. خیال میکنم در کجای یک مادر کلانسال وی هست،
خیال میکنم که مادر خودم است. در عین جوش و خروش دوستداری مادر، مهر مادر، ما از مادر یتیمیم. سلامت باشد. مادرها مثل حضرت باشند. آدمی را گر خدا آورد نخست، آدمیت را کند مادر، درست گفتند. اگر مادر شما جوان رفت، اگر باور کنید اگر مادر 10 ساله عمر هم میدیدند و بعدا میرفتند، باز هم خمار مادر میگرفت. و بزرگی مادر در همین است که مادر همیشه که هست، حتی بعدی رفتن مادر هست، حتی بعدی رفتن مادر متکای فرزند هست، دلسوزی فرزند هست، پشت و پناه فرزند هست، سری بلند و قوت دل و نور برای چشم همین فرزند هست. معلمه جان با جوانو گفتنی هستم که مادر خود را همه وقت چون گوهره که چشم نگاه کنند که بعد از رفتن مادر پشیمونی نکنند. بله، به عزت مادر رسن، برسند. به بله. قدرش برسند. بله. سلامت باشد. باشه. امان باشد. مثل که کسی یکجا کرده باشد شادی و غم را، صفحه های تقویم زندگی انسان همیشه پر است از سیاهی و سفیدی ها. اما اگر قدم ها استوار باشند روی راه راستین، اگر نیت ها خیر و امیدها سبز باشند، آهسته آهسته انسان برکت زندگی خیش را در می یابد و نورباران می گردد و عزت می یابد. و ما همین سام دریافتیم زندگی و راه ایجاد چهره نوبتی برنامه ناز خیال انارگل خال‌آورا که اینک پیشنهادی طبع لطیفتان گردید. دیگر قضاوت شما راست، بیننده هوشمندی ما.